بریم که برگ سیرا رو بکنیم و یه کپوی سیر درست کنیم. برفم که میباره، برگ سیرا رو ببرم، برفم داره میباره تا اینا یخ نزدن از بین نرفتن که بریم برای نهار یه کپوی سیر درست کنیم. برگ سیرا رو از باغچه کندم، آماده است. اینقدر برگ سیرش رو فکر نمی‌کردم اینقدر بشه و میریم خوردش میکنیم. حالا یا با چاقو یا با قیچی فرقی نمیکنه. من نمیشورمش، وقتی خوردش کردم تو آبکش میریزم و میشورمش. بریم با هم خوردش کنیم. خب اینا رو بردارید و اینجوری دسته‌ای کنید. میتونید با قیچی هم خوردش کنید. اینایی که اینجوری زرد و ایناست میکنیم میندازیم دور. فعلا کنارم ظرف نداشتم نیاوردم، گفتم بذارید اول فیلمو بگیرم. ببینید اینجوری حالا هر اندازه‌ای که میخواید کنار هم دیگه میذاریم. حالا دسته بزرگ و شروع میکنیم به خورد کردنش. میگم که میتونید با قیچی هم خورد کنید، هیچ فرقی نداره، ولی من برام با چاقو راحت‌تر. اون اندازه‌ای که میخواید سعی کنید خیلی درشت نباشه، خیلی ریزم نباشه. ببینید اندازه‌شو تقریبا این اندازه کافیه که دیگه ببینید نه خیلی ریز نه خیلی درشت. بعد میریزیم تو آبکش و میشوریمش. این برگ سیرا رو خورد کردم، حالا یه خورده درشت ریز برای اینکه عجله داشتم میخوام غذا درست کنم. توی ظرف آب میریزم و برگ سیرا رو خالی میکنم داخل آب. یه دور پیست بکنم برگ سیرا درست بکنم و اینجوری میکنیم که خیس بخوره. میذاریم یه 10 دقیقه یک ربع بمونه. البته اگر مثل من از باغچه میکنید و اطمینان دارید نیاز نیستش که اینقدر بمونه خیس بخوره. باید در حدی که اگر شنی داره شسته بشه، اگر نه که بذارید قشنگ خیس بخوره. خب من اینو یه 2-3 دوری شستم قشنگ، یه خورده خاک و اینا داشت و یه دور دیگه اینو قشنگ آبش میکشم که خیالم راحت بشه. میریزم تو اون کش بمونه آبش بره و میریزیم تو تابه و سرخش میکنم. خب من اینو گذاشتم آبش رفت، نه خیلی زیاد چون عجله داشتم، یه خورده آبش کشیده شد و الان بهش تخم مرغ اضافه میکنم. نمیتونم دقیق بهتون بگم چند تا تخم مرغ چون بستگی به میزان سیری که خورد کردید داره، به خاطر همین نمیتونم دقیق به تخم مرغ بگم بهتون. همش میزنیم و مشخص میشه که دقیقاً چند تا تخم مرغ نیاز داریم. فعلا من 5 تا دارم داخلش میریزم. اینم 5 تا تخم مرغ. خب تخم مرغا رو ریختم، الان نمک میریزم به مقدار لازم و فلفل سیاه میریزم داخلش. اینم بستگی به مزاج خودتون داره که چقدر دوست دارید و یه مقدار زردچوبه میریزم داخلش. همش میزنیم. وقتی هم بزنیم دیگه بعدش میدونیم که تخم مرغی که زدیم کافی هستش یا نه. اگر برگ سیر رو توی فریزر داشته باشید و بخواید در بیارید و این کوکو رو درست بکنید، اون موقع تخم مرغ کمتری نیاز دارید
چون حالت آبکی داره، ولی خب حواستون باید بهش باشه که وقتی میریزید تو تابه وا نره از هم دیگه. تخم مرغ این کمه، من یکی دیگه فعلا میزنم ببینم چطور میشه. یه تخم مرغ دیگه میشکنم داخلش تا ببینیم بس هستش یا نیستش. خب دیگه کافیه. یه دونه بردستر بزرگم توشه. ببینید مثل کوکو سبزی تقریبا. ببینید به این حالت باید در بیاد که از هم دیگه وا نره. اگه به این حالت در اومد یعنی که اوکیه. من تاور گذاشتم گرم شد و الان داخلش روغن میریزم. و اینم که اینجوری کاملا دیگه شل شدش. این تخم مرغش کافیه. خب الان میتونیم ما کوچیک کوچیک مثل کتلت درست کنیم یا اینکه گرد بزرگ درست کنیم. من ترجیح میدم اینو گرد بزرگ درست کنم چون درست کردنش راحت تره. به اندازه تابتون بریزید، پهن کنید. بچه ممکنه بعضیا با یه روش دیگه درست کنن، ولی این روشیه که من درست میکنم. حالا هر کی با هر روشی که دوست داره درست میکنه یا هر روشی که یاد گرفته. از این خب میتونیم در تابه رو ببندیم، یه طرفش بگیره و برش گردونیم. من درش رو برداشتم و اینو از وسط 4 تا تیکه کردم به خاطر اینکه برگردوندنش راحت تر میشه. حالا اگر دوست دارید میتونید درستن درش گردونید، ولی من این کارو کردم یه دستی خیلی سخته واقعا. و همینطوری ادامه میدیم و تمام تیکه‌هاشو برمیگردونیم و میذاریم این ورش هم درست بشه. مقدار پختنش هم دوست دارید بیشتر برشتش کنید، دوست دارید که همه اندازه هم اوکیه، چون نیازی نیستش که خیلی بخزه. و زمانی که دور اول گذاشتم درش رو بستم، از داخل سیرام و حالت بخارپز رو پیدا میکنه. این ورش هم گذاشتم، حالا یه ذره درش رو میذارم